زیبایی های شبهای پلخمری که زیر سایه جنگ رفته است. عملیات های هوایی بر شهر پلخمری پس از 4 روز محاصره این شهر انجام شدند و این عملیات ها اندک اوضاع را در این شهر تغییر داده است. قبل که مثلا هوایی بریدونه درلودل چې باغی کې د سپور نشپته کسه تلفات لري او ساعت به ساعت غړي بډوګي د تلفات نورم. اینجا دند غوری جایی که به مرکز سوق اداره طالبان از امی جاست و از امی بخشا شما میبینین که یکی از موشک‌ها در اینجا اصابت کرد و از این بخشا طالبان هدفهایشان را در شهر پلخمری آماج قرار میدن. درگیری ها میان دو طرف شدت میگیرند. مردم زخمی شده. دیگه ما از دولت جمهوری افغانستان تقاضا میکنیم که یک ذره نیرو کمک و گپا به ما روان بکنه که بدر مشکلی مردم رفع شود. ما یک تا ما زخمی شدیم میال رفت در شفاخانه دیگه یک ماه سین که دیم سرکشن خانه میال اینجا استاد هستن که دکای آرامش که ما بریم. جنگ در قسمت های چشمه شیر جایی که پلخمری را وصل میسازه به سمنگان و بل هنوز هم ادامه داره و مردم نمیتونن که از این مسیر رفت آمد کنن، اما نیروها به خاطر سرکوب تهدیدها در این بخشا به عملیات‌هایشان ادامه میدهند. تلاش خود داریم امیدوار از این جنگ پیش بریم و راه را برای مسافرین و مردم ملکی. کیلگای یکی از بخش‌های دیگر است که وصل میشه به شهر پلخمری و پس از 5 روز اندک مسافران از این مسیر رفت آمد میکنند، اما طالبان هم به گونه وقفه‌ای گاه گاهی بر این جاده میبرایند. این مسیر در واقع یکی از مهمترین چهارراه‌هایی است که مرکز را به 9 ولایت شمال و شمال شرقی کشور وصل می سازد. ترس و لرز مسلمانانو ډیر دی. خدای الله تعالی د ورحمېږي په افغانستان باندې. حالا کې طالبان وو اوس فعلا موجود درلود. سرکو غاړي سرک لاندې دلته موجود لري دي. غیر فعال بودن شبکه‌های مخابراتی در 5 روز پسین در شهر پلخمری یکی از چالش‌های دیگر شهریان پلخمری است. هرچند پس از حمله‌های هوایی احتمال سقوط این شهر اندک شده است، اما دلهره‌های امنیتی هنوز هم در این شهر پابرجا هستند.